توجه میکنیم به پهلوانی امید بخش مملکت اکمل مرادوف که با خلعت کبود نماینده ما اندر میدان میگردد. اکمل مرادوف البته اشتراکچی مسابقه های خیلی زیادی گرند سلم، گرند پری، چمپیونات جهان، برنده مدالی برنج نقره مسابقات قهرمانی آسیا در رشته جودو میان جوانان بود و نماینده قطر این ورزشکار 29 ساله مراد نام دارد. زموری مراد پهلوانی که باز هم در به دست آوردن نتیجه های ارزنده نسبت به اکمل تجربهش هم کمتر است و دستاورد شایان هم ندارد. امیدواریم که اکمل عضو منتخب جودوی کشور در این رقابت دوری اولی وزن تا 81 کیلو از خود یک متانت خوب نشان میدهد و اکمل پهلوانی جمهوری تاجیکستان چون گفتیم که در سال 2016 در چمپیونات آسیا ماه سپتامبر انیقترش میان جوانان برنده مدال نقره شده بود. این هم دستاورد شایانی ورزشکاری تاجیک محسوب می‌یابد که در 37 رقابت های 108 باشکوه پهلوان ما شرکت ورزیده است. هر دو هم شیدو دارند. این افاده آن است که پهلوانان باید اکنون اندکی باید اکمل خود رو هم دفاع کرد. خوشبختانه از این حالت رها یافت. یعنی شیدو این مجازاتی که باز هم جدی تر پهلوانان باید مبارزه برند. جفتی اولی زیرگروه بی اکمل در دوری اول رقابت کرده ایستاده است با رقیبش مراد از قطر. از بالا اگر اکمل باز هم حریف را دارد بسیار هم امکان پذیر می شود برای همان مهارت والایش را نشان دادن. با مراد حالا شیدو دادند دیگر بار هم رجوع میکند مراد، اما اکمل حالا فشار را نسبت به حریفش اندک زیادتر کرد. مبارزه هم به همان دقیقه آخر نزدیک می شود و چون گفتیم که اصول دوست داشته و حرکت های خیلی جالبی پهلوان تاجیک رو ما وقتی که از بالا رقیب رو دارد خواهیم دید. همین حرکت های اکمل خیلی مناسبم برای مطلب نهاییش، اما دست رو باید اینجا هم اولاتر است. اگر از گریبانه و از دست وقتی که از بالا می دارد خوبتر. و اکنون جریان رقابت هم باز ثابت کرد که به اکمل اینجا هم و در نهایت هم برای پیروزی اکمل زمینه فراهم شد. سلسله شیدوها و پهلوان قطری بعدی شیدوی سیوم اکنون دوچاری شکست گردید و اکمل مرادوف در دیدار اول غلبه به دست آورد و به مرحله دیگر راه یافت. اکنون با نماینده روسیه که در